خب برادر شما چی؟ یا ما که اومدیم که برنگردیم حقیقتش. یکم ساعت رو باتفی. یا ما که اومدیم که برنگردیم. یه شهید پاکریه وصیتی داره، میگه که برید دعا کنید چه هیچی، چون که بعد جنگ میگه رزمنده ها 2-3 دسته میشن. یه دسته که غرقی پول و مادیات و اینا میشه، کلن یادشون میره که چی کار کردن، چی کاره بودن. یه دسته که کلن پشیمونن از گذشتشون و میگه که فقط یه دسته هستن که وفادار به گذشتن. میگه اینا از شدت قصه دق میکنن. یه برید دعا کنید شهید چی. یه سربازه که امروز جونشو میده میخواد فردا مملکتش و خانوادش و همه توی رفاه و آسایش باشه. ما هم یه ذره جونی داریم، اومدیم بریم در راه.